این چطور خیلی خوش من دیگه بریم دیگه از رو همون بریم روم تور نهایی آخر بعد سیستم خریدن داشته باشیم. سیستم خریدیم و آره بچه ها آنباکس سال موسیقی بردش میذارم. سیستم خب آماده خریدیم، آنباکس دیگه نداشت، جعبه نداشت. لایک کن ولی یادتون نره. بریم به سراغ ویدیو. لیتس گو. آقا این در ورودیه که البته یه در چوبیه. بریم سراغ دکور. اول دکور نشون میدم بعد میریم سراغ کیس. خب این از دکورمونه. یه دونه از من داخل همین دکور دیگه با ببینیم. یه دونه ماتیزه که ماتیزیانه که داخل موتور قبلی هم بود. این موتور بود فکر کنم نبود. این موتور بازیه. یه دونه لاک پاشای اینجا. یه دونه از این یه دونه LED سفید رنگه که روش پنبه زدم. یه دونه اسپیکر RGB که بچه الان خاموش شارژ نره. یه دونه شلفه. یه دونه مردن کبودی توشه. این از دکورمونه دیگه. همین ظاهر باطن دکورمونه. چراغ قراره یه دونه آبی پشت اون بیاد. پشت اون یه دونه چراغ آبی قراره بیاد و بریم سراغ سیستم. خب این از ظاهر باطن سیستمه که البته این چرا روشن نیست. خب این از ظاهر باطن سیستمه که یه دونه بچه میز گذاشتن برای نشستنم، چون میز کامپیوتر نشم و صندلی هم ندارم و در آینده قرار بخریم. بریم سراغ این گوشه شروع. یه دونه اسپیکر میگم باند برای اینه دیگه، برای کامپیوتره که صدای کامپیوتر میندازه برام ما میشنم. این خیلی چیز جالبیه. البته صداش خیلی قویه بچه. من تو 14 100 بزنم گوشم کر میشه. این صابشه. این یکی از بانداش، اونم یکی از بانداشم پایین. خب بریم سیستم رو توضیح بدم براتون. این سیستم که بچه مشخصاتش گرافیکش RX 580، گرافیکش GTX 1050 Ti، یه هاردش 120 یا 780 یا 128 که SSD 180 یا 128 نمیدونم دقیق. بعد میدونم ولی نمیدونم بر کدوم یکی بودن. بعد این یه دونه رم 8 گیگ داره. یه دونه CPU i5 4750 داره و همین دیگه. مادربردش هم گیگابایته. بریم سراغ بقیه چیز. این از مانیتوره که بچه اینو من قدیم گرفته بودم و هیچ مشخصاتی ازش نمیدونم، ولی بچه خیلی مانیتور خوبیه. وبکم هم داره ولی وبکم فکر نکنم با کیفیت و فکر کنم خاکم گرفته باشه. مانیتورش واقعا خوبه. واقعا یه مانیتور گاد و خفنه. و بریم سراغ بقیه چیز. اینجا یه دونه کیبورد هست که داخل آنباکسش خیلی بهتر افتاده. آنباکس موسیقی بورد هم گذاشتم، چراغاش خیلی بهتر افتاده داخل آنباکس. اینه با این دکمه خاموشش هم میشه داخل آنباکس هم بهتون گفتم. صداش هم اینه. اینم از موس وریتی. البته بچه نمیدارم مارک این چیه دقیق. فکر کنم اینه دیگه، نمیدونم الان من خبری از این ندارم. و این از موس کاره بچه. البته یه ذره نور خیلی کم کردم دیگه، هیچ معلوم نیست. این از موس بچه RGBه که بچه اینه از موس وریتیه RGBه. اینجاش RGBه، داخلش RGB داره. خیلی موس خفنی بچه. من خوشم اومده الان تا الان که باز استفاده کردم خیلی خوبه. نمیدونم بدوارزم خوبه ولی نمیدونم حالا. باتری بلایش خوبه. نمیدونم حالا درگم بکنه یا نه. حالا همین دیگه. دوستان عزیز این از ظاهر باطن اتاق بود. از بعد قراره ویدیوهای خفنی داشته باشیم. کوالیتی کار بالا قراره بره بچه. فقط فعلا یه چند روزی ویدیو نداریم تا وقتی که چیز شه دیگه. بیایم یه برنامه هست برای ویدیو گرفتن از روی صفحه.
اسکرین ریکورد کامپیوتر، اونو باید بگیریم که دیگه تموم بریم بیاره. لایک و کامنت و فالو یادتون نره. و همین دیگه بچه‌ها، کامپیوتر زیاد شاخی نیست ولی کار را بندازه، واقعا گیما رو میاره بالا. آره دیگه بچه‌ها، لایک کن، فالو یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.